کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 28 اکتبر سال 2022 خبر داد که باران‌های پرشدت روز گذشته نیز در بعض مناطق کشور خوف و خطرهای را به دنبال داشت. در بعض منطقه‌ها باران سببگار آمدن سیل شد، ولی خوشبختانه این سیل‌ها به ساکنان ضرر نرسانیدند. در بعض منطقه کوهی سیل سبب ریزش سنگ شده است. چنانچه ساعت 16:49 با وقت محلی روز 27 اکتبر سال روان در حدود دهه 6 جماعت دیات میرسید میرشکر نویه روشقلعه ولایت مختار کوهستان بدخشان ریزش سنگ به قید گرفته شد. بر اثر این حادثه منزل استقامتی یکی از ساکنان ضرر دیده است. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده گفت خوشبختانه تلفات جانی نیست و کسی هم زخم نبرداشته است. در این زمان از جانب کمیسیون ایالت‌های فوق‌العاده نویه روشقلعه حجم ضرر رسیده معاین کرده می شود. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده بار دیگر به دقت شهروندان و مهمانان کشور می‌رساند که در روزهای بارانی و سردی خیلی احتیاطکار باشند و چاره‌های امنیت و بی‌خطری را رعایت نمایند.